امید حتما سر حال باشین. در این ویدیو من بخش مدیریت اجناس و خرید را براتون تشریح میکنم. گزینه اجناس کلیک میکنین روش، میبینین که اینجا جنس است، میتونیم یکی دیگه هم اضافه کنیم. حالا شما میتونین فروشنده مواد خوراکی باشین یا مواد غیر خوراکی باشین، هیچ فرقی نمیکنه، سیستم براتون جوابگوست. مثلا اینجا نوشته میکنیم که کلچه، صحیح، ایده چی است؟ ایده کیلو مثلا میخریم میره، درست؟ یکی کیک داریم، یکی کلچه. اینا قیمت میانگینش، واحد اندازه گیریش و مقدارش اینجا است. ایره وقتی خریدیم اضافه میشه. ببینید خریداری رو میزنیم، افزودن خرید میزنیم، فروشنده رو باید انتخاب کنیم که از کی خریدیم. فروشنده رو باید انتخاب کنیم. ببینید در صورتی که در اینجا لیست نباشه، در لیست میتونین فروشنده جدید را از اینجا کلیک بکنین و یک فروشنده جدید ایجاد بکنین و پیش برین. من از این سیستم اضافه میکنم، ثبت خرید میکنم، از احمدالله رحمتی میخریم جنس. میایم مواد رو انتخاب میکنیم، چی است؟ کیک است، کلچه است، هر چیزی که است. تعدادش انتخاب میکنیم. کلچه است، خب مثلا ما ازش 20 کیلو میخریم، 2 کیلو 80 روپا میخریم. افزودن جنس میزنم، ببینین اینجا آمد. حالا تکمیل خرید رو میزنم. البته دیگه جنس ها رو میتونیم اضافه کرده بریم از یک نفر هر خریده باشیم، درست؟ و میبینین که اینجا 1600 افغانی است. من 1600 افغانی رو برای 600 میتم، 600 افغانی برش میتم، ثبت پرداخت میزنم، 600 افغانی برش دادم، 1000 باقی ماندم. اینا بریم اجناس رو چک کنیم. اجناس رو چک میکنیم، ببینین که اجناس در اینجا 20 کیلو است، کیلوی 80 افغانی بر ما آمده. ولی اگر بریم فروشنده ها را ببینیم از فروشنده باقی داریم نداریم. میبینین که از فروشنده احمدالله رحمتی 1000 افغانی باقی استیم. مشاهده را میزنیم، میریم میبینیم باقی بدهی ناشی از پرداخت ناقص، یعنی کم پرداخت کردیم، 1000 افغانی باقی شدیم. نمبر بلام نمبر 1 است. و اینی طریق شما میتونین که اجناستان را و خریدایتان را مدیریت بکنید.